ساعت با وقت پراگ رسیده است و این فرصتی است که هر روز ما با شما در همین وقت بینندگان عزیز ملاقات داریم. یعنی من شادوگل خوجه برای شما از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ سرخطی خبرهای روز رو تقدیم میکنم و یادتان نرود که باز ما با شما و میخوریم بعد از 3 ساعت دیگر در برنامه خبری رادیو آزادی که قبلا به شما میگم که ما در اون برنامه خبرگزاری‌های روز داریم مهم هستند و فکر میکنم برای شما شنیدن آنها جالب خواهد بود. از دوشنبه به وحدت وزیر عدلیه تاجیکستان میگوید کوچاندن زندانیان از پایتخت تاجیکستان تابستان امسال شروع می شود. رستم شاهمراد صبح امروز در نشست خبری به سوال روزنامه‌نگاران پاسخ داد. یک موضوع مورد بحث مربوط به آشوب در زندان شهر خوجند و بنیاد زندان‌های نو در تاجیکستان بود که وزیر عدلیه در این مورد نظر داده است. همکاران ما نیز در نشست خبری شرکت داشتند و تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. سرعت پست اما نرخ بلند اینترنت در تاجیکستان نیز یکی از موضوعات مطرح شونده در برنامه امروزه ماست. مسئولین خدمات علاقه سبب این تمایل را شرح داده و از اقدام‌های میگویند که برای حل این مشکل پیش بینی شده است. اگر خواهید در این مورد بدونید پس 3 ساعت پس در برنامه خبری ما را همراهی کنید، چون از نوشته های شما برای ما روشن است که شما نیز از اینترنتی که حالا استفاده میکنید از سرعت آن و از نرخ آن چندان راضی نیستید. در روسیه شماره مهاجران زیاد شده است. مقامات این کشور میگویند اکثریت آنها تاجیکان و ازبک‌ها و قرغیزها بودند. رقم نو عاید به تعداد مهاجران در حال صدا می‌دهد که شهروندان تاجیکستان پیوسته از شرایط بود و باش در این کشور و برخورد بد میلیسه‌ها شکایت دارند. ضمناً 3 روز پیش سفیر روسیه در تاجیکستان گفت که فعلا حکومت دو کشور 6 لایحه‌ای را آماده دارند که مربوط به بهتر کردن کار و زندگی مهاجران تاجیک در این کشور است. خوب در این باره نیز ما در برنامه خبری یک نگاه خواهیم انداخت. و فرستاده آمریکا در افغانستان نتیجه مذاکرات با طالبان افغان را بررسی میکند. این مذاکرات در قطر برگزار شد و هر دو طرف به آن بهای بلند دادند. وزارت امور خارجه قطر در اظهاراتی گفته است که مذاکرات صلح 6 روزه با موافقت پیشکی به پایان رسیده. دو جانب آمریکا و طالبان موافقت کردند که 25 فوریه دور نوبتی مذاکرات را آغاز کند. خب در این موضوع ما گفتنی های از این بیشتر داریم و جزئیات را شما در برنامه خبری خواهید فهمید. میت این تاجیکستان وارد بازار می شود. ساکنان تاجیکستان در بیش از 2 سال اخیر عادت کردند که اکثر محصولات نساجی از جمله مخره را از خارج کشور وارد کنند، اما اکنون کارخانه نساجی شهر دوشنبه استحصال این نوع متاع را به راه مانده است. مسئولین کارخانه نساجی تاجیک هم میگویند که در صورت داشتن امتیازها در بخش انداز و دریافت سرمایه های بیشتر می توانستند امکان و اقتدار استحصالی کارخانه را بالا برند. یک مشکل دیگری آنها در جلب متخصصان زمانوی بوده است که بتوانند با دستگاه و فناوری‌های نوین و در تولید محصولات بزرگیر کار کارخانه را بهتر برآورند. در این باره در برنامه خبری صحبت خواهیم کرد و یک گزارش نیز پیشنهاد شما عزیزان می شود. خوب ما طور گفتم تا شروع برنامه خبری 3 ساعت دیگر داریم و خبرهای زیاد نیز هست که من بعد از 3 ساعت در برنامه خبری برایتان خواهم گفت. فراموش نکنید برنامه ما طریق پخش مستقیم در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب پیشنهاد شما میشد و همین گونه شما میتونید در www.azadi.org ما رو تماشا کنید و اگر تا شروع برنامه و بعد از آن هر عکس و نوار و ویدیویی که دارید به رقم ما در ایمو، واتساپ و وایبر بفرستید و ما تلاش میکنیم که به این پیام های شما سریع وقت پاسخ بگیم. تا ملاقات بعد از 3 ساعت دیگر.